2 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 12:00 دقیقه راننده автомашини تمغه مرسدس اتیکو حسنوف اولمجان دومولویویچ سال تولدش 1959 ساکن نویه باباجان غفورов هنگام حرکت در راه ماشینگرد حدود نویه ورزاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ میرزایف معراج عبدالشکوروویچ سال تولدش 2017 ساکن نویه مذکور پخش نموده است. متاسفانه نابالغ میرزایف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینا با عریضه زن 43 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب 31 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 08:50 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 15,000 روبل روسی و یک عدد گردنبند طلایی که ارزشش 5,000 سومونی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا زن 36 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.